السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال این است که وقتی که یک برادر یک کافر را یاردم کند، مثلا یکی کافرها اهل کتاب مثلا که کمپیرهاش هستند یا اینکه موسفیداش باشند، آن به آنها خوبی کردن، خیر کردن یا اینکه دستگیری کردن آنها کار خیر است، معروفش میگن علمای را. الله پاک در قرآن ذکر کرده است که کافرهایی که با شما نمی جنگن و شما را از دیارهاتان بیرون نمیکنن، با آنها خداوند پاک شما را من نکرده است که خوبی نکنید، بلکه با آنها خوبی کنید و عدل کنید. به هم سبب که هست خوبی کردن به آنها، یک اگر نیت اون خیر باشد که تا اینکه اسلام در نزد آنها ظاهر شود به خوبی و اخلاق نیکی اسلام وقتی که ظاهر کردید، انشاءالله که در این ثواب و اجر است. بعضی دولت ها و بعضی دیارهای بودند که به سبب اخلاق مسلمان ها آنها ایمان آوردند. از اخلاق مسلمان ها آنها دیدن که از مثلا که مسلمان ها در سوداشون چقدر خوب هستند و در راست گفتنشون چقدر خوب هستند، در اخلاق معاملهشون چقدر خوب هستند که به سبب همون ایمان آوردن، به همون سبب این هم یک از کارهای خیر است. یکی از شیخ ها را گوش کردم، میگه یکی از مردم یپونی قتیش نشستم، میگه مسلمان بود است، میگه بچه یوش ما خودمون دیدیم همه خیلی یپون، بگیم که مردم یپونی که اسلام آوردگی هستن و حتی طالبین بودن بعضیاش مثلا. بعد میگه اون شیخ میفرماید که گفتم تو چی سبب شد که اسلام قبول کردی؟ گفت سبب من، گفت پدرم هست. گفت پدر چی سبب شد که اسلام قبول کرد؟ گفت که پدرم وقتی که در مالزیا سودا میکرد، تاجر بود، همسایه دکانی او بگیم، یعنی که همون آدمی که در بری اون دکان داشته است، میگه اون یک مسلمان بود است. میگه پدرم در اونجا تقریبا 30 سال کار کرده است، همین 30 سال دائم زیدی هم مسلمان هر گپ میگفته است، هر تهمت میکرده است، هر کار میکرده است. اما مردم مالزیا بگیم که مردم اصلی اما یپون در همجا کار میکرده است، اونم دکان داشته است. میگه همین نسبت یو گپ های دروغ میگفته است، مثلا مشتری های او را و هر چیزها میگفته است، اما اون مسلمان که باشه با اون رفتاری بد نمیکرده است. یعنی که اون مسلمان صبر میکرده است و میگفته است که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله نصیحت کرده است که همسایه شما اگر که کدام نفری که نباشد با اون خوبی کنید. گفته بود برعکس اون مسلمان که باشد یگام مشتری ها را نزد اون میفرستند است که میگفته است اونم بارهای خوب دارد و مثلا که متاعها و چیزهای ساز دارد، خیلی نزد او رفته کم کم بخرید که از اون با تازه تر و نوتر است. گفته با خیلی ترغیب میکرده است با بعضی مشتری های خودش، یعنی که کلینتاش اوجر روی میکرده است. با این کافر بگیم بود پرست از معامله اون دیگه تعجبش میزنه داخل، میگه هم قدری که من در مقابل اون بدی میکنم این کرده من حرمت میکرده باشه، این چی علت باشه؟ گفته تقریبا 30 سال همین کار دوام میدهد. پیش از آن که این یپونی بگیم باید به دولت خودش بر بگردد، میخواد که برات دیگر شاید که کار دیگر دیگه برگشتنی نیست از همین خیلی میخواد که به دولت خودش بر بگردد. میگه بریم من برام همین همسایه خود یک بار بپرسم که این چی علت است که من اینقدر به این بدی کردم و مثلا که در مقابل یگام خوبی نکرده، اون باشد که بردوام به من خوبی میکند که تا جایی که با مردمی همیجه هست، اصلی از همیجه است که میتوند که به من ضرر زیاد برسوند. خیلی میراد دری خانه همون را میکوبد، میگه که میگه بخشش من از شما چی پرسم؟ میگه چی است؟ میگه مرحمت کنید بیاد خانه بدارید. گفتم خیلی با حرمت. میگه با هم رنگ پیشینه. میگه من نفهمیدم بس تو، میگه تو را اصلا نفهمیدم که من این قدر به تو بدی کردم. معلوم است که و تو باشد بعضی وقت مشتری میفرستانی و به من خوبی میکنی و رفتار اخلاق خوب نشان میدهی، این چی علت است؟ میگه که علت در این است که من هر آینه به تو ضرر رساندم میتونستم از اول، اما علت در این است که من یک چیز باز داشت. میگه چی است؟ میگه من اسلام باز داشت که من به تو باید ضرر نرسانم، که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله که پیامبر ما است اون میگوید که با همسایتون خوب رفتاری کنید، که تو تا جایی که همسایه من هستی به همون خاطر ما با تو بد رفتاری کردن ما جایز نیست است. این حکم الله هست و گفته پیامبر ما هست که به یگام نفر باید ما ضرر نرسونیم، تا جایی که با همسایه باشد مثلا باید ضرر نرسونیم. گفتم بخیر وقتی که همین تمامی بگیم نازکی هایی بگیم که اخلاق اسلامی گرد، اون همون انسان اسلام قبول میکرد، همون بگیم یپونی اسلام قبول میکند، این میرود به نزد خویشتوار خودش، به نزد عائله خودش میرود
به سبب همین مرد چندین نفرهای دیگر مسلمان میشن و از جمله بچه‌ش میگم من دیدم او حضرت شیخ میگه و دیگر که هست همین چیز ما با چشم خودمون دیدیم حتی که همین سبب اخلاق و گفتار و کردار خوب سبب اسلام آنها شدگی هستند به همین خاطر با کافرها باشد و غیر کافرها باشد با آنها خوب رفتاری کردن و نیکی کردن این معروف هست معروف کاری خیر است باید نیتی ما این باشد که ما اخلاق اسلام ظاهر میکنیم و سبب اخلاق نیک اسلام ان شاء الله که ما رو تربیت داده است ان شاء الله که اسلام میارم گفتم خیلی باید نیت‌های خیر داشته باشیم و این کارم خیر است به همین سبب که هست ما خوبی را نه تنها برای مثلا مسلمان ها را باید دستگیر کنیم تا جایی که بتونیم برای غیر مسلمان ها را الله من کردگی نیست است والله اعلم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته